سلام علیکم همدیران عزیز، اعضایان گروه انگور و باغ. امروز 21 می سال 2024 می باشد. من قرار دارم در شهر قیراقم ولایت سوخت و با دقت مخلصان و تماشابینان و پیشنهاد میکنم درخت پیسته در شهر قیراقم. من همین درخت پیسته می باشد. ببینید که چقدر بستگی است. من سال گذشته هم نشان داده بودم بستن همین پیسته رو و ببینید که چقدر بسیار بستگی. من همینجا پوری پیسته هست، پوری پیسته هست. من این در روی زمین بستگی اینجا ببین، من روی زمین 1 متر بلندتر. اینا ببینید چقدر پیسته های با بهترین رو بسته است. اینا ببینید 1 کیلو این پیسته بازار با 150 کمی کم. اگه شما فکر کنید که همین درخت 5 کیلو 10 کیلو بستگی باشد، 1,500 سومونی. پیاز کورید، کارتوشکا کورید با چینی بزرگ که امسالانگی بریم پیاز 3 کیلوش هستم با مغازین در زمین خوب. یک چیزی کورید، یک چیزی شنونید که برای شما پول شود. نه استعمال کننده ضرر بیند، نه استحصال کننده. نرخ معتدل باشد. در حالت پیسته رو من در نظر دارم در همه کوه و دشت ها میشنونن، در زمین آبینه، در زمین آبی میشنونن. اکنون اجازت نیست در زمین های پیاز و کارتوشکا کردن در کار. لیکن این رو که ما اگر در تل و تپا کاریم شنونیم و این رو بینید مشکل این فایده نمیبینیم. یک 5 کیلو اگر گیریم یک درخت 100 سومی فروشیم 500 سومونی. 1000 درخت داشته باشیم 500,000 سومونی. انالیز کنید، ده انالیز اقتصادیش رو. برای همه ما تشویقات کرده شدیم که پیسته پرورش کنید، پیسته چیزی بها، چیزی قیمتتر. نگاه بینش آسان. شما وقتی که این رو میشنونید، 1 سال آب میتید، دوم سال آب میتید، سوم چهارم سال تابستان هر ماه یک بار آب میتید در هر یک ماه. یعنی ایون، ایول، اوگوست، خاص سپتامبر میتید. 4 مرتبه آب میتید. این بهترین پیسته میشد. اینا خوشا رو ببینید. چه بستگی. ببینید. اینش پیسته نر نبسته است. این گل میکند و این مادر رو بردور میکند. های باید ببینید. دوست من تلفن رو گرفته خودم نوار دوام تیم. اکا جان یک تا نوار من دوام تیم. همجوران عزیز ببینید پیسته چقدر بستگی. تلفن نشون میتید فکر میکنم. خیلی ما پیسته پروری نکنیم که پیسته اینقدر فایده کلان میبرد. نیهولای این پیسته ها رو از ما شما درخواست کنید، ما حتما به شما نیهولای پیسته ها رو میبریم. با کفالت میتیم کدام پیسته که خشک شد با جایش با پیسته میبریم در سال آینده. من در روی زمین من دستی من ببینید. دستی من پویان کردم با چخیل بستگی منه. خوشه پیسته بستگی. من در همینجا فقط 200 گرم پیسته هست. انا همینجا ده. فکر کنید که 100 دانه باشه 2 گرمی 200 گرم. من این طرفش میگذاریم. انا اینجا بزرگ بستگی. بهترین پیسته و بستگی. همجوران عزیز در همین سفری که من به ولایت سوخت کردم به شما پیسته رو از شهر اسفره، پیسته بستگی رو نشان دادم. پیسته باغ رو در شهر اسفره نشان دادم. پیسته باغ رو در ناحیه باباجان غفوروف نشان دادم. و من هم باز پیسته بستگی رو در شهر قیراقم نشان دادم. من درون ببینید چه پیسته بسیار بستگی. خیلی خلاصه گپ همدیران عزیز، ما در خدمت شما تیار برای آوردن
گفتی بچه های خویجندی که ما خدمتنده ما میبیاریم به شما درختهایش رو شما باغ‌های پیسته آباد کنید در پناه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد با دقتتان تشکر معقول شده که بود شاید یگان گپ نویسید خدا نگهبانش هر یک شما باشد جوان مردا